فوتبال براش مثل رقص بود. پر از احساس، ریتم و آزادی. رونالدینیو طوری با توپ نمایش اجرا می‌کرد که قبلش کسی انجام نداده بود و بعدش هم کسی نتونست تکرارش کنه. هر وقت می‌خواست توپو برمی‌داشت و با ضربه‌های نامنظم به مقصد نامعلوم می‌برد. شبیه یه نوازنده که موسیقی رو بدون آموزش یاد گرفته، از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کرد. رونالدینیو تحت هر شرایطی می‌خندید. حتی تو فینال لیگ قهرمانان، تو اوج حساسیت ال کلاسیکو یا بعد گل خوردن تیمش، بازم انگار لبخند بخش ثابتی از صورتش بود. وقتی توپ زیر پاش میومد، لبخنداش پررنگ‌تر میشد و بعد از گل زدن شیطنت کودکانه به چشماش اضافه میشد. رونالدینیو میدونست باید با توپ چیکار کنه و همین خوشحالش میکرد. برخلاف این روزا که بعد از جدایی از توپ به فوتبال شبیه آدمیه که هیچ چیز دیگه بلد نیست و دست به هر چیزی میزنه فقط خرابکاری به بار میاره.